سلام دوستان گرامی هواداران زبانهای خارجی خصوص زبان انگلیسی. خوش آمدید به کانال دنیای زبانها. درس 23 است. اگر خطا نکنیم درس 23 است. بله 23 درس 23 است از سلسله درس های زبان انگلیسی از کتاب اینترا، یعنی اینترچنج بخش اینترا. درس گذشته قسمت چهارم این کتاب را تمام کردیم، یعنی یونیت 4، و امروز باشد از قسمت پنجم آغاز میکنیم. اگر در خاطر داشته باشید اینجا را کار کردیم. قسمت پنجم را آغاز میکنیم امروز. یونیت 5 چخیلی گفته بودیم در آخری درس گذشته. موضوع درس درباره what are you doing، یعنی تو چیکار کرده ایستاده حاضر، و یک زیر موضوع هست سنپ شات، یعنی یک معلومات درباره موضوع تایم زونز میارد. دوستانی که در این باره خوب آگاهی دارند خوب دیگر میدونن که موضوع چی است، اما کسانی که آگاهی پره ندارن، تایم زونز یعنی وقت هایی که در تمام روی عالم هست. مثلا نگاه کنیم وقت های تاجیکستان دیگر وقت است، مثلا ساعت دیگر است، وقتی مسکو ساعت دیگر است، وقتی امریکا ساعت دیگر است، دیگر همیشه هر یک کشور برای خودش فرق میکند. خب در این باره یک کم ترک، یعنی زیاد نه، یک کم ترک میخوام برای شما معلومات برسانم. وقتی که این فایده این موضوع چی است؟ فایدهش این است که وقتی که شما تلفن نو میگیرید و در اونجا وقتی که ساعت انتخاب میکنین، از شما میپرسد که ساعت رو، تایم زون رو، یعنی در ساعت چند ماندن، یعنی مثلا پلوس 1 پلوس 2 پلوس 3 همین خیل رفتن میگیرد. این چی معنا دارد؟ معنای اون دارد که مثلا شما در کدام کشور قرار دارید، یعنی که شما میخواهید زمانی ساعتتون رو با کدام کشور موافق سازید، مناسب سازید. مثلا یعنی اگر مثلا در تاجیکستان باشید، تاجیکستان مثلا نگاه کنیم که تخمینا در همین راستا هست تاجیکستان، از روی این خریده. خب از یک رسم را با پرگی نشون بدیم خوب می شود. خب نگاه کنیم دوستان گرامی، تاجیکستان هو انا اینجا است. اگر دیسته باشین، خب ازبکستان و تاجیکستان نگاه کنین که در انا همین خط است، یعنی انا همین خط نگاه کنین تاجیکستان. خب همین خط میگیریم، بالا میرویم. خب بالا میرویم. اکنون نگاه کنین که پلوس 5 است. وقتی شما ساعت رو توری میکنید، اگر در تاجیکستان باشید پلوس 5 رو انتخاب میکنید، همین خیلی است، پلوس 5. بعدا وای تلفن اتوماتیکی برای شما ساعت همون کشور و همون دولت برای شما پیشنهاد میکنه. یا اینکه وقتی کامپیوتر در ویندوز میفرورین، وقتی توری کردن ویندوز این چیزا طلب میکند، یعنی شما باید حتما باید که از همین ساعت ها یکی اینها رو باید انتخاب کنید، یعنی پلوس 1 پلوس 2 پلوس 3 اینها رو باید انتخاب کنید. در اینجا نول هم هست. نول کدام کشور هم میگن؟ لندن رو، یعنی لندن مرکزی ساعت است. مرکزی ساعت یعنی چه مرکزی ساعت؟ مثلا از لندن او طرف دستی طرف چپ کدام کشوری که باشد مینوس میشود، از لندن این طرف دستی راست کدام کشورهایی که باشند پلوس میشود. مثلا مسکو رو میگیریم. مسکو اینجا نگاه کنید، مسکو نوشته شده است. مسکو بالا باید که پلوس 3 باشد. بله نگاه کنیم پلوس 3 است مسکو. به همین خاطر مسکو از تاجیکستان 2 ساعت فرق میکند، یعنی نگاه کنیم پلوس 3 پلوس 5. اگر در مسکو ساعت 3 باشد در تاجیکستان ساعت 5 است. اگر در مسکو ساعت 10 باشد در تاجیکستان ساعت 12 است.
یعنی بین این و اون 2 ساعت فرق است. از همین جا شما میتوانید که دیگر کشورها رو نیز مقایسه کنید، دیگر کشورها رو نیز دیده برآید. خب مثلا باز کدام کشور رو بیاریم مثال؟ خب کشور عربستان مثلا اینجا نگاه کنیم، عربستان سعودی. خب همین خط میگیریم بالا میریم. خب عربستان هم +3 بوده است، +3. خب فنلاند مثلا، فنلاند بالا میریم +2 بوده است، فنلاند. خب فنلاند +2 بوده است. الجزایر یعنی الجزایر می شود. الجزایر مثلا پلوس نیست، 0 است الکی. در راستی چی قرار دارد؟ لندن قرار دارد. خب دیگر همین خیل هر یک ساعت رو اگر بخواید که هر یک کشور رو بخواید که ساعتش معین کنین، از همین طریق میتونین که شما چکنین جور کنین. مثلا خطایی که از چند چیز عبارت است، مثلا اینجا نگاه کنیم، خطایی که کلان که هسته از بعضی منطقه شاید که 6 ساعت، بعضی منطقه شاید که 7 ساعت فرق کند. خب این بود معلومات درباره ساعت ها که این چیز مهم است، خاصتا برای کسانی که تلفن دارن، کامپیوتر دارن، سر کار با این تکنیک های حاضر زمان دارن. میرویم سراغ کتاب. در اینجا سنپ شات یک فکره عمومی میارد. lesson and practice گوش کنید و تمرین کنید. تایم زونز، تایم گفته وقت می شود، زون منطقه، زونز منطقه ها، یعنی ساعتی منطقه ها. اگر ترجمه کنیم ساعتی منطقه ها یعنی که وقت های منطقه ها، زمانی منطقه ها مثلا میتونیم ترجمه کنیم. خب کی باشد؟ خب اینجا لندن، اینا نگاه کنید، اینجا لندن الکی نوشته شده است. مثلا میتونین از اینجا نگاه کنین، 0. خب نگاه کنین 0. خب کلمه لندن خود کمتر اسم نوشتگی است، اما مرکزی یعنی شهر لندن ها اینجا است. نقطه سرخ اگر دیده باشین اینجا لندن است. به همین خاطر از لندن سر می شود شمارش ساعت ها. Which cities are in the same time zones؟ یعنی کدام شهرها در یک زمانی منطقه قرار دارن مثلا هستند. یعنی مقصدش که کدام شهرها در یک وقت قرار دارن. مثلا اگر نگاه کنیم خب مسکو یعنی +3 است. مسکو راستی مسکو میم ریاض همون یعنی ریاض عربستان سعودی +3 است. خب باز کدام کشور است در +3؟ خب سال یعنی همون کره است. کره فکر میکنم کره شمالی شاید باشد. خب اگر خطا کنیم یعنی کره است، یا کره شمالی است یا جنوبی. کره +8 است و بانکوک نیز +8 است. و مثل همین میگوید نگاه کنید که کدام شهرها با هم یک هستند در زمان. Which cities are in your time zone? Which cities are in your time zone؟ یعنی میگوید کدام شهرها در وقتی تایم زون تو قرار دارن. مثلا اگر تاجیکستان مثال بیاریم، خیلی گفته بودیم در راست تاجیکستان کدام کشوری که بالا در توری گیرد وای +5 است. در این راست تاجیکستان باشد. اگر در پایان هندوستان است پس چی است؟ 5 است وقتی زمانیش مثلا. و در بعضی منطقه‌های روسیه نیز چی است؟ ساعت به مثل تاجیکستان است. خب اگر تاجیکستان اینجا پیش بیاریم مثلا میبینیم که در راست تاجیکستان پایان هندوستان است که هندوستان هم در ساعت +5 داخل می شود و از بالای وی قزاقستان است +5 حساب می شود. مثلا نواسیبیرسک هم نیز در +5 داخل می شود مثلا.
خب به مثل همین. خب conversation. What time is it there? What time is it there? What time is it there? یعنی ساعت چند است اونجا؟ ساعت چند است اونجا؟ یعنی موضوع گفتگو یا که مکالمه، محاوره این است. یعنی listen and practice. Debbie, John. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney. Remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 o'clock a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake. I'm awake now. خب ترجمه میکنیم. Hello یعنی سلام. Hi Debbie. سلام دیبی. خب این جان همون مرد است در این رسمی که میبینیم. همین مرد است، نامش جان. دیبی کی است؟ این خانم است یا این دختر است مثلا. این مرد زنگ کی شروع میکند گپ زنی رو، این خانم میگه هلو، خب سلام، و جان میگه های دیبی this is John. یعنی سلام دیبی، این جان است. یعنی مقصدش من جان هستم. I'm calling from Australia. یعنی من از استرالیا زنگ زدم. و این خانم باشه میگه استرالیا، یعنی سوال کرد، تعجب دارد. یعنی I'm at conference in Sydney. Remember? یعنی من در کنفرانس سیدنی هستم. در خاطر داری؟ Remember در خاطر داری. یعنی مقصدش که ما در همون کنفرانس I'm at a conference in Sydney. Remember در همون کنفرانس بودم، تو ما در خاطر داری؟ شاید در همون جا شناس شدیم مثلا، شاید که عینی حال، یعنی هر دو باید در همون کنفرانس اشتراک کنن مثلا. یعنی مقصد نام من هم در همون کنفرانس هست مثلا. بعدا این خانم میگه alright. خب کنفرانس یعنی به تاجیکی فکر کنفرانس میگن. کنفرانس یعنی که همایش شاید شود. کنفرانس، خب کنفرانس ترجمهش میکنیم. alright میگه درست. What time is it there? What time is it there? میگه ساعت اونجا چند است؟ بعدا این جان میگه it's 10 p.m. میگه ساعت 10 p.m. 10 چی رو میگن؟ بگاهی رو میگن. 10 بگاهی یعنی چقدر که ساعت 6 بگاه میشه، 6 7 8 9 10. یعنی 10 شبش گویم، شاید که خطا نکنیم. 10 شب مثلا، 10 شب از قسمی پایان، از قسمی بگاهی مثلا. میگه ساعت 10 است and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? میگه ساعت اینجا 10 است و ساعت 4 است در لس آنجلس. It's 4 o'clock there in Los Angeles, right? میگه ساعت 4 است در لس آنجلس. همین خیلی درست، right؟ یعنی درست، یعنی سوال کرده. بعدم این خانم میگه yes 4 o'clock in the morning. میگه بله ساعت 4 سحر است، یعنی 4 صبح است. بعدم جان میگه، اون مرد میگه که 4 a.m. 4 o'clock یعنی 4 a.m. یعنی am سحری رو میگه. یعنی ساعت 4 سحری است، 4 پگاهی روزی است. یعنی بعدا میگه oh I'm really sorry. میگه خیلی معذرت میخوام، خیلی واقعا بخشش میخوام، یعنی معذرت میخوام. بعدا این خانم میگه that's okay. یعنی هیچ گرم ندارد، یعنی خوب است. I'm awake یعنی من بیدار هستم. awake یعنی بیدار. I'm awake من بیدار هستم. now یعنی حاضر. مقصد خواب بود وقتی زنگ زده بود. میگه I'm awake، بعدا 3 نقطه یعنی یک کمی خاموش میشه. now میگه حاضر، یعنی زنگ زده از خواب بیدار شده است. خب در همینجا درس این روزه رو خاتمه میبخشیم.
چون که باز ساعتی 8 افیر داریم، پخش مستقیم، و از یک و یک شما تشکر میکنیم برای تماشای این نوار و صحتمند و سربلند باشین. از این پس درس های ما ساعت 8 ادامه می‌یابد، 8 بیگاه با وقت مسکو، یعنی 3+. اگر کسی از روی خریطه دیدنی باشد 3+. مثلا روز دوشنبه زبان انگلیسی، سه شنبه زبان ترکی، چهارشنبه زبان روسی. البته روسی برای نو آموزان، نو یادگیران، کسانی که نو میخوان یاد بگیرن، یعنی کسانی که میدونن یک کم بیش برای اونها نیست، چون که از حرفا آغاز میکنیم، طرز خواندن اونها را. و همین خیلی در یک هفته 2 بار انگلیسی، 2 بار ترکی، 2 بار روسی است. کامیاب و سربلند باشید.